همونطور که میدونید هر قراردادی باید یک عنوان داشته باشه، ولی این عنوان میتونه عنوان عام باشه، مثل اینکه اسم قراردادمون رو بگذاریم در ابتدای قرارداد بنویسیم قرارداد، بنویسیم توافقنامه. اینها اسامی عامی هستن که ما برای قرارداد خودمون انتخاب میکنیم. ولی عناوین خاص هم قراردادها دارن، یعنی اگر مشخصه به صورت واضح که قرارداد شما چه نوع قراردادی هست، خیلی خوبه که عنوان قراردادتون رو انتخاب کنید و یک اسم خاص براش تعیین کنید، مثل قرارداد خرید و فروش، قرارداد اجاره. ولی اگر در تعیین نام قرارداد شک دارید و نمیدونید که قراردادتون واقعا ذیل کدوم یکی از این عناوین خاص میگنجه، خیلی بهتر این هست که از عنوان عام استفاده کنید و اسم خاصی رو برای قرارداد خودتون تعیین نکنید که در ادامه با مشکل مواجه نشید. ولی اگر دقیقاً میدونید که قرارداد شما ذیل کدوم یکی از اینها قرار میگیره، اولویت با این هست که اسم خاص رو برای قرارداد خودتون تعیین و انتخاب کنید و حتما اون رو در بالای قرارداد خودتون درج کنید.